بادام دارد یار من نوری پرینم دارد یار من چنگ لبیبم دارد یار من ای بادای تاب دارد یار من بادای تاب دارد یار من چه زیبا رفتار دارد یار من چه زیبا رفتار دارد یار من صاحب پاچه گفته بوده ببره کلا داده اما تو که تو گوستن شدیم ما هم گوستن شدیم. آمده ایم عزیزای دل که بچه کاکای پاچه گفتم ما را میمان کردم میبینیم که کله گوسپند دندانای جند وارد رو برآمدگی گریختیم حالا میریم در رستوران نان میخوریم بلیاز قرآن. والا او پاچه شعو شده بود پاچه بازی اگه به دیگه زد دو مکل کای ما در چشمایش درو میکنم چشمایش رو میکشم میخورم این دل بد شدم گلابریتان. والا بگو داینی دوش پاچش مونده بود کلیش رسید پیش ما. والا دوستای عزیز من میخواستم که امیجان قند یک سپرایز کنم به یک نان بسیار اسپیشال چون نان کباب و ای کرایی و ای باربکیو یاره خود در جای هست و خود امیجانم در جای خدا یار جانش قی میمان میشه هر طرف اوسو برو خدایی امروز دگیر ما آمده دیگه ما میره اعلان نمیتیم ما دیگه در فکر ازی که امیجان یک سپرایز میکنم در حساب نان حالی آمدیم که با قرار گفت که کلا را بیاری گفت که من دیگه والله که ایسه که من میرم در موتر میشونم شما بخورید شما بخورین کلا را کی خورده بلی دیگه باز من گفتم نه دیگه خیلی رقم کس برو نمی با خدا دوستا 1.5 ساعت من مصروف بودم 1.5 ساعت میگم ما 1.5 ساعت مصروف بودم تلکای ما در خورای بینی از برو کردم که خلمایش بکشم نه خو 1.5 ساعت جمعن دیگه همون کت دندانایشو همون بینیشو کل سرساب دوستایی که کلا و پاچه خوردن خودشون میفهمن که چقدر مشکل است پاکدنش مشکل است پختنش مشکل نیست دیر مار از کلا والا دوستا دیگه مرا بسیار هم تو کلا رو بچه ببخشین میگم میدونم کلا رو تنها مردا میخوره بچه همین دم حساب همی کلا خوردن مار از همین مردی بیخیته هر کس خوردن نمیتونه کلا رو بچه خدا جگرتون جانم دوستتان دارم پسان بخیر لایف میایم یک دقیقه بعد میبینیم بخیر جانم هستی love you all زکی بازم تشکر از کلا خواهش یک اپ دیگه والا بین ما و امید جان قند فرید جان گل که در پسر است گپ خوردنی گپا نیست برای ما اینه که یک لحظه که همین لحظه که ما امید جان که بعد از چقدر دیر بادی و در این مصروفیتاش که گیرش کردیم دیگه می برای ما یک دنیاست یک دنیاست بخیر باشه روزکتون خوش هر کس که میشنوه هر کس که ویدیو رو ببینه هر کس که میشناسه از طرف ما برش یک احترام سلام برای هر کسی که هست تشکر از همه شما تشکر نباشه بریم شبکتون خوش پسان امید جان باز در خدمتتون است خداحافظ